در قسمت مزار حضرت شامبابا، قسمتی که یک قسمتی مزار از طرف چپ، این مزاری که سال 1992 در همینجا یک جای میدک است، جای غریبون در همینجا مزار خردکک شهیدانی سال 1992 در اینجا جایگیر است. این بالای همین مزار شهیدان سال 1992 خیلی بودم و هم با اینجا دم گورکاگی هستن. من سال 22 اینجا هسته مزار بیدرک همه یک از در کمیتر نایسته که مزاری طرف چهارشنبه رفته وای کنین بچه سیامکا کنین اکنه میدونم او ای بوش یا او شب میگه در نظر داشته که او نه او طرف در مزار در بالای جایی که ما قرار داریم جایی در کوتالی مزار برآمدن در طرف چپ قرار داره. یه نواده اینجا دوستانی عزیز این راهی پیشینش این راه بود، راه این طرفی بود و این راهی نو، این راهی نو که سواران با قربی کردیم اوی راه 2020 کردیم کرد اینجا راه پلان بود مشکل بود وقت مردم در روزی برف برونده موزه بارون از اون اشار کردیم راه کردیم راه باز میبویم سرکارش که در یک زمستون لای نشود کی نشود سوز کاری خوبه. این راه پرگی این راه بلوده بود یا راه بود این راهی که وزی کردین ایش چی؟ اینجا خیزم تا تیپا بود رانایی بود رانا نه خوکی نو ریختگه این همی را نفهمیدم که این امجا را چی کنه ما چند بار اینجا دوم یه تورات خونه اینجا بوشکا موندیم یکم بودم یه تورات میشکنم تورات سوسو میشه سایما زورا او با مسئله او یکم از تورات میکنه وای دوی بود اینجا اون نیزیجا بودن کای این تورات کردیم ما جای شهیدانی که سال 90 سال بود همینجا باید مویان کردیم نگی چه محکم کردیم که یکم با توم فهمه که اینجا جوراتگاه نیست جورات اینجا او میاره اینه همین بچکو قدی او میاری هم دوی هنا میوقت میریم یا ساعت سال تو میریم دو سری میزنیم پرمیکن تراکتور رو میتیم کلی خوب باش که تو اینه اینجا در جای تورات خونه کده اینه اینجا در مسئول میوید کم تا پیش تورات میدیم کنی اگر دستوی تابشوی اینه اینجا درخ سبزونده مردک او میاره میریزه کم کم اینجا دوستانی عزیز مردم اینت کرده این راهی طرف چپ دگیره سنگ قمرالش ریختگیان که مثل لوی نشود در وقتی زمستون بسیار عجایب کردن. این راهی که مثل ازی رفته سیم این راه هم دور پیش ده بود بعد او قسمتی بولویش باز این راهی نوای این راهی نوی که مردم را نو تشکیل کردگیان اینا با اکای سفرخونه در همین بوره بسیار مشغوله ماشین خطی او میوره این امجوره درخت میشنونه و سیدکه میکشه و گل میشنونه و همین کار را میکنه این هم موزی معلومه دادن که این رای نوای این هم برای اون طرفی ایره برومان طرف چپ سینی این طرفی مزار رفتن در رخ کردی یعنی این خوش این جوره این خیلی چوب کردی زیارت کردنی ارواحی گذشتگان رو بود کردیم
اینجا دوستان عزیز خیلی میبینین این راهی طرف چپ پایین مزار سنگ های میده ریخته شدن که بسیار لای نشه وقتی برف و باران ده بسیار موافقه. حتی این طرفش از موم فرش کردیم. من اینجا چخرکی دیگه این دوستانی عزیز من اینجا موم فرش کرده. اگه دوستانی عزیز آباد کردنی مزارم آرامگاه هم یک جزئی مدنیت مردم محسوب میشه. اگر مثلا مردمی را ببینن این هم یک جزئی مدنیت مردمی صبح که مزارشون در کم سطح رهوشتری این هم بخین این بابای این مسافر دکه سفرخانی کیه؟ این پدر منای این مسافر پدرتونه اینجا را خودت کردی؟ اینجا اومدیم اینجا برگه بود خیلی کشولگی بود خوک میخنبیدم میره پیش دیوار زدیم خوک خوابوندیم درخت ساز کردیم بوق روخ کردیم اینجا این خیلی جوان این خطی نکردیم آورده این درخت ها ساز کسیم که با اوی کشیده همین درخت ها 3 سال شد حاصل دارن من یک قطره اوز میتید شلو بکپا همین گوه مرغ هم اونتا شلو بعضا وقت اینجا خیلی آدم ها همین گوهشون هم میرن این کاری خوب نیست گوهشون هم میرن اونه که خیلی دیگه گلک ها که کودک ها دیگه همون نگاه میکنن اینجا یک نساس بزنیم بروریم اینجا شلو بود میشه این اینجا را خیلی مهنت کرده خیلی کرده عبودی کرد خیلی با درونش گل شنونده او درونش گل شنونده سازوده اینجا جار بزن جار از دو بود یک از اون برسو گل نلیسته را کردیم با هزون میبینیم گراندی سگ جوی سگ اونگو جو ساتنه جو کردیم این اینجا قبری بابای نیشان اکراموف من دوستانی عزیز این اینجا را آمده که سفرخان با مهنتی دست گل شنونده توت و ارچه و این ارچه سبزی سبز خورم هست او ریخته های چی کنه نیولای من از اینجا دوستانی عزیز قسمتی جماعت کیرف عیان است مختار وقت قرغن میتو امروز هوا کمتر خاکباریش است نماش دور دیدنش قیمتر است دوستانی عزیز برای همین با من خیلی یک منظره زیباست اکای سفرخان من خیلی بودی کرده اینه مزاری این اینجا دا باید اینطوری مهنت کرده باید سنگی چی را نوشته آورده مونده یه سبکی نوی سنگ نویسیه ده اکای سفرخان سنگایی که در طریقی چی میگن او سنگایی که من از کو مرمری میکنن این سنگ خودش طبیعی که شما در اونجا می نویسین این بو یا سبکی نوای من فکر کنم برو من دینا ما تو می سنگو ده خیلی نویسته این بگیم که یک سبکی نو بگیم خطا نمیکنیم مثلا این نمود بسیار جدا این نمود نویسته می نویسن سوندن دیگه در این نمودی نویس نبود با فقط سنگ سرخ خالی بس یا هر سنگای نو نویسته بود
در این نمود سنگو نوشتن موندن بگیم که از سبکی نوایده این سبک بگیم که شما اگر کار باشین خطر نمیکنه. نه این شوی خلا مونا اومد در زندگی وصیت کرده مورا. همینجا اومدی هر نصیحت کرد که مرا همینجا از گوکو این خیلی سنگ دو وارد اینجا خوندیم از بوجان هرگاه کاودار و بردارن این نصیحتی که هر جا اومد جوش شدن ما تا دایم بودیم وقتا جو کردیم اینجا با برای صاحب گندم چوشیده باید پرنده میخره نه چی میخره صاحبش. خوب میبینیم دوستان عزیز. این سنگویی که در پشتر این یک 15-16 گکتر خرید از اون کلمه. من خیلی مهنت کردیم مزارای اشتباهشون رو عبور کردیم برادر و فرزند و پدر مادرشون. این دوستانی عزیز بالای مزار که اومدیم این طرفی پشتی آرامگاه ده دوستانی عزیز با همین خیل راهی که از جماعتی از مرکز نهایه و قسمت جماعتی مشعل می روه همین راه و همین چه دوستانی عزیز دو طرفی راه خواب هستن. یک منظره جویی بایده دوستانی عزیز اینجا منظره جویی هر شکل برای شلگرداندن ارواح گذشتگان مردم هر خیل سنگ‌های زیبا، سنگ‌های طبیعی آورده در برای آرامگاه اجدادانشان آرایش کردن. 1929 2006 سال دوستان عزیز انا یک خیلی سالهای پیش نه عارف خوجه بابا خوجه 39 ایشون سمچه چه نیستش دوستان عزیز خلاصه این بابای شان قبری بابای حضرت شیخ بابای مخصومی بدرالدین است. اون اونجا فرزند شده اون یک دختری کلانش بخدمت فضیلت همسایه. این دوستان عزیز اینجا شاخی بزی کویی موندگی مردم آریایی یا که مردم قدیمترین خلق تاجیک یا رسم داشتن که در سر خبشون همین شاخه میمونده. این نشانه همین یک نمود نشانه مقصد بعدیمون فرزندو بیان اون نکنن اونجا یاد کنن. انا یک سوال دارم بابایشان همین مزور میگن که این همین راهی که بگیم که من هم دروازه ها اونجا دروازه های من اونجا میگن که همین قسمتش بده دوره
چند سال پیش یا 70 سال پیش میشه 80 سال پیش میشه حالی شخصی من پیش بدن انا شما داوز درباره همین چی کمتر گفتین من میگم گفتم بگین که با سلطان شدن که این قسمتی که حاضر نجا مو استاگی گفتین که کدام سال اشاره کردین امرا بگم کم سال باشه شخصی نهیم الان سیفوی 5-6 کلمه فضیلت همسه بودن زنی خدمتیشون جنگ خون بودن اونجا کلم بودن باید وفات کردن یکی بودم که همین را موی و دوره مکودکمون همین پر فضیله را اینجا آوردن مقصد گروندن چی کردن جنازه کردن در اونجا اینجا آوردن گروندن بعد یو خدمت بود مقصود جون پدرشون آوردن همینجا دین پسم و فهمیدگی و شندگی که کلونای ما مقصد نونیستیم 5-6 بودیم چند سال شده که ایامو وقتی همون 52 در رفتیم و 53 در قدم موندیم 40 سال پیش تخمینا 40 سال زیاد چی دیگه یعنی پای فاصله را اینجا آوردن چیکار دور آمد نون آماکسون رو خودم میدا بودیم یعنی که ای همون وقت اینجا یگون قبر نبود انا می طرف چپ ده همین پای فاصله رو آوردن بعد اون یا بعد دوی مخصوم جون اومدن بعد بودم سوش خمجره منزل گفت کردم بعد بخاطری دوی مخصوم جون زیارت اومدن این کسا بودم بزرگان خری سفید داشتن ما میدا بودیم پمیدور میکردیم دهخانی میکردن دور آمد چون ما هم شنیدگیم وصفشه ما پیش ندیدم بابا من ندیدم انا نه که وصفشه شنیدگیم شون استازم میگفتن خطی من همین قسمتی که منم بگم که اگر بگم این همین لسیسایی که اینجا راه کردن لسیسای ایامو این طرفشه این همین طرفش دوستانی عزیزم 40 سال تاریخ 40 سال انا او کامپیر که گفتن قبرش همینجا اینجا دوستان عزیز در شکل سودا گردش هندق کندگی من میخوام انا همین اولین آدمی که در همینجا گور کردن در همین قسمتی شب 40 سال پیش 53 دیم 40 سال زیاد چیت که همین خاورم رکن بودم که همین رو همینجا آوردم همین قسمت یک سفر کن همین قسمتی من همین راه این طرف انا همین طرف تاریخ 40 ساله داره و همین اولین آدمی که مثلا همینجا آوردن همین بیام بی مونده انا این منطقه قسمتی یکی از قدیمترین خیلی که گفتیم اون طرف 40 سال پیشه انا این طرفش دوستانی عزیز تخمینا انا همین مزاری بابای نشون بابا میگن با گفتی موی سفیدو قدیمترین و اولین آدمی که در همینجا گل کردن همین قبر باشه برای که من همینجا دوستانی عزیز سنگ نوشتهشت در همین سقانه مزارش انا همین دوستانی عزیز این در اینجا نوشته شده است که من چخیل میبینین و فوتش 1957 من که 1957 حساب که انا همین خبر انا همین خبر دوستانی عزیز با گفتی میشد اولین خبری که در همینجا تشکیل شده است و همین آدم از اینا گذشته است همینجا آورده گور کردگن و از همینجا همین مزار گویا که با طبقی نقل سفیدو تشکیل شده است بعد آدم رو آورده گور کردگن من این قسمتی مزار قسمتی همین کهنه مزار من این قسمت دیگریش از اینجا خیلی پیش بیارم باروش کنم
این سنگویی دوستان عزیز مردم محنت کرده سنگ یادگاری مونده همچون و این چنین این موافق سنت های دین مبین اسلام این سنگا و درختان سبز گویا که ذکر میکنند دوستان عزیز. درخت سبز این در حدیث هم هست، یعنی که ذکر کردن درخت این معنی را میده که دوستان عزیز ذکر کردن موجود سبز یا که سنگ ایروی فهمیده میشه که هر موجودی که در طبیعت هم میفهمه که هم موجود طبیعی، یعنی که شکل زنده داره، شکل زنده که داره و همین خاطر میگن که هم اومگی که ذکر میکنه. پس درخت اون چیزی که سبز است، اون چیزی که انا 80 سال دادی 80 سال کایده 154 1985 41 سال پیش این قبره نکی سنگ شخی کم وقتی تیر کدگی وردگی نوشتگی از 1926 بفکر. حالا این ساغونه که سفرخان چخه میبینیم، این ساغونه در شکل نه روکاپیس میگیم که دستنویس، در شکل دستنویس تیر کدگی عجیب یک سنتی نوشته ایده. من اجازه حرف سامنه شلو کردن مردم آوردیم. یک چای یک مصرع شعری هست اگه سفرخان میگه که بسیار خوفتن در این او طرف اولش همی ایادم برو مای مصرع اولش دوامش همی خیلی که بسیار خوفتن در این خاک سیمتن شاه و عروس و هر یکی از گلرخان جدا خوش دار پای بر سر آزادگان من تنها نشستم به گور از جمعشان جدا. لیکن این خیلی نیتر به حرمتی میکنن بعد مالاشون میوه بالای قبرستون هم میچره خیلی گودکا که میارن میچرونن بعد همین خیلی میشه واقعی بعد همونجا میشینن و گوش گوسفندش میاد میدروید روی مزار درخت میشونن ساز میکنن در سودکورا میشکنن. این طرف مزار با اوس و ادامه داره دوستان عزیز. خیلی با امکانیت شما با این طرف شما آمده برایش ثبت نکنیم که شما تماشا کنید دوستان عزیز. حالا این منطقه را دوستان عزیز همون پیشتر ایام مزار آرامگاه حضرت ایشان بابا رفتن همینجا اول همین منطقه اینجا را کانی سنگ میگن، کانی سنگ اینجا. این اینجا دوستان عزیز اینجا کانی سنگ میگن، ایتای خوک همینجا سنگ است، سنگوی من هم خیلی سنگو است، این خیلی سنگو است. انا قسمت این طبیعتا من کبوتی میکنم. اینجا سنگ است، اینجا در جای کندنی سنگ استانوکوی میکندگی و چی هسته. اینجا یکی قطعی خوک سفید خوک ارلاش های من تای سفید خوک دای من سنگوی آیا همیجا میتونن که سنگ ببرند بعدی استفاده کنن در ساختمانشون. یک منظره عجیب. من سنگ توزه قسمی توزهش قطعی قم داشته باشه ترکیبش ده ترکیبش قم باید داشته باشه. آز میبینیم کچی خیلی کانی سنگ توزایکی نه قم سنگ قم سنگش عجیب. نگاه کنین دوستانی عزیز چخل هم کانی سنگ هم یک منظره عجیب. آن بسیار
موضع خطرناک. موضع خطرناک اینجا. من اینجا سیام کردم. کم کم قطره بارون اومده سر. یکی یومی خفن شلو نگاه کن. گو موقع میتاگنه این درخت خوب میشه بارون رو. یا بیشتر دامون نمیدونم شانسی. نمیجام خیلی. نگاه نمیخوابه. فردا مو نمیکنه کورا. های پای کور نمیگردی. أعوذ بالله من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله. دوستان عزیز خیلی که در پهلوی ما یا در پشت ما شما نمای آرامگاه دیده ایستادین. این به مساحت خیلی کلان در بر میگیره. خیلی در این سمتایی که از ما کردیم چی نیست. در این سمتایی که ما کردیم هم ایران گشتن و چی از این کم بهتره. برای ما باید قسمت چه میگیریم. بعد با زیر قسمتی اساسی که اولین آدمی که در بگو کردن شاید هم طرف در باشد. اکای سفرخان همون اولین آدمی که بکنم همون ایشان بومبوی میگن گیردش سفیده ولی سفیده ولی اونجا میریم دوستانی عزیز اونجا را ثبت میکنیم و شما ببینیم. او اکد اگر اینجا ترک میشه در تست فکر جمع سپول میشه دوم میکنه یک چون جوی حلال چی میشه سوا میشه. دوم میشه این بود از چیو هم هست تا حدیث هم که سبز است اینو افتو و کاروغا موجود است. سبز دیگر دوم میکنه دوم میشه اکشونا که اینجا دوره که باید سنی خاک اگر سکیم کنند او میبرین تو جا او کنند سبز دیگه یک سمون میمون بیاد ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تولد شدیم 1970 امام مغولی شای مردم دیدی این دوستان عزیز درختی که خوب شده است که این درخت تقریبا چند ساله ممکنه 20 ساله 30 ساله نکی آب کی تا وقت فرزندش بوده از آب دوده انا درخت سبز بوده است نکی نوشته است کذا چی کذا دیگه کی نه طبیعی چه کاری تا ayağı da var, bir takıyor ya. Alo? دوستان عزیز با رازق جورخان 1923 چیز استکارانه با صنعت بلند تراشیده آوردن من اینجا یادگاری موندن.
дар назди дарвозаи даромадгоҳи оромгоҳ дӯстони азиз ман дарахти тута сабзондиям ман ба ои кашида ин бучкаро овардан мондан обшам хел тариқи қатрагӣ сабз дай баъд мо ина тут дора меваош ҳаст. mana این منطقه از همه قدیمه مزار همین جای پیشتر گفتیم برای این طرف جای درآمدگاه من این قسمتی از برآمد از آرامگاه بیرون میبروی من این قسمت بعدها قسمتی که تورات خانه کاریه اونجا دا ماشین میمونی و بعد میای لو میکنی من اینجا دا این طرف دا وقتی که از پایان اومدی بالا مزار اومدی با اینجا بچه ها اینا مردم مهنت کرده راه کردن من اینجا درخت شنوندیم ارچه یکی از درختایی که خیلی عمر دراز میبینم این است این راه کهنگی حوزه خطرناکه برای که این منطقه را اگر سنگ بکنی ممکنه که نمین قسمت با زمین بافته عجیب من اینجا دوستان عزیز در ترکیبش من این ترکیبش در قمان داره من این ترکیبش ده دوستان عزیز من این خیلی چی هم داره قم هم داره من اینجا میتونم که مردم بیاین اینجا قم سنگ بگیرن با سنگش خودش طبیعتا حجم مایده های کلونی بدی مایده های منظره های زیبا و عجایبی طبیعی تاجیکستان از جمله در نویای بخش خیل سلام سوز